اپل در سپتامبر 2025 مجموعه‌ای از محصولات جدید را رونمایی کرد که تغییرات قابل توجهی نسبت به نسل قبل دارند. در ادامه مهمترین اونها را مرور میکنیم. پس با من همراه باشید. آیفون 17 و آیفون 17 پلاس. این مدل ها طراحی باریکتر با لبه های خمیده دارند. قابلیت تازه‌ای به نام اسمارت زوم اضافه شده که جزئیات بیشتری در عکس ها ثبت میکنه. نمایشگر سوپر ریتینا XDR روشن‌تر و چیپ جدید A19 بیونیک هم قدرت بالاتر و مصرف انرژی کمتری دارد. دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی با فیلمبرداری 8K و باتری بهینه شده از مهمترین تغییرات هستند. آیفون 17 پرو و پرو مکس نسخه های تیتانیومی با فریم تیتانیومی نسل دوم عرضه شدند، هم سبکتر و هم مقاومتر. نمایشگر پروموشن با نرخ 120 هرتز، پردازنده گرافیکی ارتقا یافته برای اجرای بازی ها در سطح کنسول و دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال 10 برابر از ویژگی های این مدل هستند و همچنین قابلیت های هوش مصنوعی برای ویرایش لحظه‌ای تصاویر و پشتیبانی از USB-C نسل 4 هم اضافه شد. اپل واچ نسل 11 و اولترا 3. نسل 11 با طراحی باریکتر، پردازنده سریعتر و سنسور قند خون غیر تهاجمی دارد. اولترا 3 هم با بدنه تیتانیوم، نمایشگر بزرگتر و قابلیت‌های مخصوص فعالیت‌های حرفه‌ای مثل کوهنوردی و غواصی معرفی شده. و همچنین آیپد پرو و آیپد ایر جدید. آیپد پرو حالا نمایشگر OLED، چیپ M5 و پشتیبانی از اپل پنسل دارد. آیپد ایر هم با نمایشگر لیکوید ریتینای بزرگتر، چیپ M4 و طراحی سبکتر عرضه می شود. مکبوک پرو و مکبوک ایر. مکبوک پرو های جدید با چیپ های M5 پرو و M5 مکس قدرت گرافیکی بالاتری دارند. نمایشگر مینی LED و باتری با دوامتر هم بهبود پیدا کرده. مکبوک ایر 2025 هم سبکترین مکبوک ساخته شده است با چیپ M4 و طراحی باریکتر. آیمک 27 اینچ جدید. این مدل با طراحی بروز، چیپ M5، نمایشگر 5K و سیستم صوتی 6 بلنگو با دالبی اتمز معرفی شد. ایرپادز پرو نسل 3 و ایرپادز مکس نسل 2. هر دو محصول با صدای بهتر، عمر باتری بیشتر و قابلیت‌های جدید معرفی شدند. ایرپادز پرو 3 نویز کنسلینگ هوشمندتر و سنسور سلامت دارد و ایرپادز مکس 2 کیفیت صدای استودیویی و اسپاتیال آدیو بهبود یافته است. و اما هومپاد 3 با صدای فراگیرتر، بیس قوی‌تر و هماهنگی بهتر با سیستم اپل عرضه شده است. اپل ویژن پرو نسل دوم. هدست واقعیت ترکیبی نسل جدید سبکتر شده، وضوح بالاتر دارد و از اپلیکیشن های بیشتر پشتیبانی میکند. و در آخر اپل تیوی 4K نسل 4. نسل جدید اپل تیوی هم با قدرت پردازشی بیشتر و هماهنگی بهتر با اکوسیستم اپل معرفی شده است. این مجموعه محصولات نشان می‌دهد اپل همچنان تمرکزش را روی طراحی، قدرت پردازشی و یک پارچه سازی اکوسیستم خودش گذاشته و تلاش کرده در همه زمینه‌ها بهبود قابل توجه ارائه بدهد. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو را لایک نموده و چنل را سابسکرایب نمایید و در کامنت ها بگویید دوست دارین ویدیوی بعدی راجع به چی باشه.